سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ به پارت 1 ماینکرافت هاردکور از نوع هارد خوش اومدید. یعنی که اگر یک بار بمیریم برای همیشه بردیم و کل مپمون دیلیت میشه. خب اول میایم مپمون رو میسازیم. بچه‌ها قبل از اینکه مپمون رو بسازیم من یه بگم همه اطلاعات این مپ اینه، سید نداره، اصلا هیچی نداره. نشون میذاریم ماینکرافت هاردکور تموم شد. ماینکرافت هاردکور ریچ کینگ تموم شد بچه. خب بچه قبل از اینکه بریم صفحه ادمین چنل ما رو ساب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین و بریم سراغ ویدیو. ممنون میشم. خب الان منتظر میشیم که مپمون آپلود شه. بچه که خواستین یه تیچر میتونه اسکیپ بزنه. خب اینجا چه منطقه اسپان شدیم؟ خوبه بعد چانکمون هم میبریم روی 32. اوکی پلیجر اوت بسیمون جور شد. تا فارم ریت جوره. اگه نزدیکش بتونم یه ویلیج پیدا کنم که دیگه ماما سیتاست. اوکی ویلیج بچه اگه بتونیم واقعا ویلیج پیدا کنیم چه چیز خوبه شد. واو چه هایی داری بقیش ویلیج بشه. بیت یس ویلیجمون هم جور شد. من سفید نیستم، خودت سفید یعنی دلیل ثابت میکنه من سفید میشه. بچه از چیزی هم نزدم خودتون دیدی گفته باشم از چیزی نزدم. این گوستان داره نگاه کنی نه همش گشت. خب تا موقعی که من میرم اونجا شما میتونید ویدیو رو اسکیپ بزنید. بودو چقدر دوره. فکر کنیم بلک اسمه تم بشه. واو چی بشه. احماق خودم میشو چی بچه ممنون که بابت این همه حمایت های عجیبتون. واقعا ازتون ممنونم، دارین شدید حمایت میکنین. من گله روی تک بنویسم بابت این همه حمایت. من تو زندگی این همه حمایت نشدم. واقعا که بتونید برای یکی که بیاد یوتیوب تازه شروع کنه اینقدر حمایت عجیبیه. شما فکر کنم محتوای عمومی سازی پس منم ویدیوهای قشنگ براتون میذارم. اوکی چه عجب سیدی کاش کنم سیدی رو خوش میدیم. اینجا که نداره. خب ببینیم اینجا آرمور داره، امرالد آرمور داره خودش رو. خب اول تیکه آرمورم جور شد. دینگلنگشین ویلیج به نسبت خوبیه. و سلام آقای گولام. من گولام ها نمیزم، من میترسم که خورد گولام ها الکی دادش بیدم. اوه عجیبه دقت کردم. بویم از این بویم فلاور تو بویم بلنزه از این گولام تا از این گولا نیدم. چمیاب فکر کنم چمیاب دیدم ولی فکر کنم خیلی کم عجیب کم. چه اینجا که چشم ورسو چقدر گول اینجا خسته شد. ویلیج اصلا تونه ویلیج را پیدا نیست. اوکی میریم وسایلمون رو بسازیم.
بعدم که میریم بعد که یه دونه آیرن پیدا کردیم میریم پلیجر آوت پست رو لوت میکنیم. درخت کامل بکنه. بکن یلا بکن هی بکن اینجا بنگ 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 بنگ. اوکی اینجا کلنگ سنگی پخ بده اینجا میریم زیر زمین تا سنگ ماژی کنیم. از قدیم گفتن سنگ چیز خوبه دوستان مقدار از اینها رو نگه میداریم برای فارممون اگر ساختم البته ولش کنیم خود نگه دارم بیخیالش نمیخوری یوم اوکی بچن دوستان خواستم این موضوع در مورد حرف بزنم. بچه‌ها اگه میخواید سری بعدی این ویدیو رو ادامه بدن حتما لایک ها را به 3 یا 5 هم 3 هم خوبه و بازدیدش هم حداقل 30 تا بازدید بخورد من پورت بعدش رو بزنم. بچه‌ها انشالله با این حمایت که شما داری میکنیم علاوه بر اینکه بنده کانتنت های بهتر بدون میدم در اومد یوتیوب من قرار فعال بشه. البته نه به همین ویدیو خیلی طول میکشه مثلا چقدر خیلی عجیب خیلی طول میکشه ولی من دارم برای درآمد یوتیوب تلاش میکنم. پس نکن بعضی هیترها میان میگن اینو به سگ تو هیچی بلدی داداش تو چه بلدی به این کارا رو انجام بده. من دهنه هیترها رو این شکلی ببند بگیم تو اگه ارزه داشتی تو 3 روز ویدیو بگیر و 20 ساب بگیر مفت. اوکی بریم بالا چی شد خواب بیشتر خواب هیبه اوکی خب مقداری چی جمع کردم میتونیم خواهد اینا رو به چی تبدیل کنم یعنی هویجه رو باید چون خب به نظرم گولام هم بزنی بد نیست البته توی جایی باید بزنیم که آقای گولام دستش به ما نرسه که یکش نه از یه بلاک یا شتک همونو پتک آره گولام های بدی هست گولام ها گل این گولام ها به درد نبخورم چین سلام آقای گل بوی اما بیو به شتکت کن اخوچ بمیر اولاغ گوساله بمیر گوسکود بشم شده امتحان کنیم خب چی بریم چقدر آیرن دادی مقدار قابل قبول داد خدا شکر نه اینجا شیلد اینجا یه شمشیر آیرنمون نشه میشه چرا نشه چی خونه ویلیج خاصی که اینجا نداره ولی خب حداقل که پلیجر آوتپوست داری اونجا یه در پورتاله چی چه من اونجا سیل میزنم خودت سفیدی من سفید نیستم نه دیو نه که فکر کنم سفیدم نه خودت سفید چی بچه اگه میخواین سیده این مپا که براتون بذارم بگیم چون واقعا خیلی چیز خوبیه همه چی حالا هم دیگه است اگه استران کل زیر ویلیج باشه این قهقهه بزن جنگل چیده حالا این برام با این سامان ها رو داری
اگه تو این گاداپ پیدا شم همینجا عجیب میگم ودوه. اوکی گاداپ پیدا نشد ولی خب سوید بعدی هم پیدا نشد. این به درد نمیخوره. اینم پر اینم یه آرمور بدش. ای کاش چیز میساختم. حالا اینجا که به ویلیجمون نزدیک بعدم یه گلدشو برمیدم. اوکی گایگمو بدیم. یا اینور که ویلیج نیست بریم سراغ این ویلیجر اوت پوست تا ببینیم این آقای ویلیجر اوت یعنی آقای ویلیج ببینیم این استراکچر پلیجر اوت پوست چی داره بابام جان. ببینیم چی بچه ما صدا بچگون نیست به قرآن میکروفون ندارم داره با میکروفون خود لپتاپ داره ضبط میشه پس مدیونی اگه فکر کنی من تا به موقعی که به درآمد نرسم میکروفون میگیرم نه باید این فضاحت ها تحمل کنم خب شما هم دیگه تحمل کنید دیگه اذیت نکنید صدا قرآن ما بچه نیستم من 9 سالم نیست 8 سالم نیست قرآن 14 سالم عجب صدام تو ویدیو نمیدونم ای بر شما شده تو وایس ها که میگین یا ویدیوهایی که میگین اصلا صدا تو انگار 2 سالت عجیبه چی داری شب میشه پس بریم ویلیج براتون میتونیم یه کار کنیم میتونم اولش کن بلکه پشیم شد دوباره مجبورم این همه رو به ویلیج برگردم حیف پا بزنش کن استراکچر های عجیبه همینجا من بیخوابم بلا دختر مردم بلا سلام یه روز آقا گوسفنده میرفت پیش آقا خرگوشه هیچ ربطی نداره ولی خوب سلام دختری نه بریم یه روز آقا خرگوشه میرفت پیش آقا موشه میرفت دو سولاخ خرگوشه گفت آخ گفتم وایسا کاری دارم من خرگوشه نیاز دارم نمیدونم چه ربطی داره این دوتا آهنگ من 4 تا برد میگم یه ذره مقدار بیرت بشن چون من بچه اگه بخواین از پیلیجر در این کار که من گم بکن لیکن لوتش که آنچنان لوت خاص نره ولی ممکن توش آیرن بدش همین نشم خوبه آیرن واقعا چیز خوبیه فکر کن این بر دوباره یه ویلیج پیدا کنم بخندی میگه اوه خنده‌دار میشه واقعا یه ویلیج اوکی آی پیلیج من پیلیجر ندیدم نخوندم اهمیت میدونم اوی نزن اوچه درش هم بسن کسی که این بالا نیست خدا رو شکر هست امیدوارم که نباشه که نیست خدا شکر یه دونه دیگه آیرمون شد یه پوتیتو از این آچه نمیدونم چه دردی میخوره به هیچ درد قطعا نمیخوره ولی این به درد میخوره بعدم به یه فرم استرینگی میسودم وای خولنج این آیرن گلام هم که نکشیم بسیم خود پیلیجر رو بکشم بعد چقدر اینجا چیز رو قفص داری چه خبر این همه قفص علیه اسأل سلام دختری میخوای مره بزنی زدی چه رو تو اوکی داره خطر میشه ببین آیرین کلومو اصلا ولش کن من از اینجا میگیرم ما چی در میکنه اینجا بمونم هیچ درد نمیخوره
یه ذره از این شوگر کینات جمع کن که برای بساط این چند تمون جور باشه. نه دنبالم پدسته بمیر. بمیر. میخوام به مقدار زیاد چرم جمع کنم. چرم رو این کوه ها آیرن پیدا میشه. لیترال میشه این کوه ها. واقعا چرا اومد؟ بریم دوستان عزیز به مناطق محروم خداونده. یه سلام زنبو خود درست کنید. من نبودم بابا. سلام اوچ. من اوچ. این درمن چی میگه؟ what the چه من دارم میمیرم. حالا اصلا خوب نیست. گزو خور. بمیر و بازم بمیر. بیشتر بمیر و بازم نمیره دیگه، چون کسی دیگه اینجا نیست. من اونجا برنمیگم. اونجا منطقه نبید. دوستان هست اگه میخواین پارتی البته من این آیرن رو میپزم و زیر آیرن خودم درست میکنم. خب اگه میخواین پارتی روی این مجفات رو بذارم حتما چنل رو ساب کنید. ممنونتون میشم تا یه ویدیوی دیگه. خدا حافظ.